این حاضر سیبه. موضوع این رقم ها رو نه بلکه با چشمان سر بلکه با چشمان دل می‌بیند. از مادر نابینا به دنیا آمد و برای والدانش فرزندی یگانه بود. در خردسالی از مادر یتیم مانده در تربیه مادر او به پایان رسیده. موزون از خردسالی به آموزش شوق و رغبتی به اندازه داشت و این محبت او را از دهه یوری ناحیه پنجکین به مکتب اینترنت نابینایان شهر حصار آورد. سال 2012 کالج صنعتی به نام استاد احمد باباقلوف در شهر دوشنبه داخل شده. سال 2018 این بارگاه هنر را ختم کردم. خود همین سال گشته به کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلبخوجه ستارов سپاریده. سال 2022 یعنی همین سال ختم کردم. در فیلارمونی دولتی به نام اکشریف جورایوف طول 4 سال می شود که به حیث مطرب و آوازخوان کار فعالیت می کنم. هر صبح همکارانش برای از راه گذشتن کمکش میکنند. یاسمن شاکرова یکی از همکاران صادق موزون میباشد که مدت 1 سال است با او در یک انسامبل کار میکند. این بانوی هنرمند در سیمای موزون شخصی صاحب استعداد و صاحب کسب را پیدا کرده است و نابودن او را در اداره تصور نکردنی میحسابد. من موزون را همچون شخصی هنرمند، نوازنده چیره دست و سراینده خوش‌آواز بها داده میتوانم. با یک جرأتی بزرگ، با یک دلی گرم به زندگی نگاه میکند. موزون در انسامبل ما یک الهام بخشنده انسامبل به حساب می رود، به خاطر آنکه هر یک هنرمندی که در انسامبل ما فعالیت میکند به موزون از نازکی های موسیقی و طرز اجرایش این یا اون آهنگ ها یا که سرودها مصلحت ها و مشورت ها میدهد که دیگر هنرمندان را به این کسب دلگرم میسازد. دستاوردها بسیار است. خیلی که گفتیم هم مشکلات و هم خوشبختی و هم موفقیت و در تمام وقت در شخصیت وجود دارد. مثلا از طرف جامعه، از طرف صنعتکاران، استادان مرا به دارای امکانیت محدود بودنم نگاه نکرده کدام جشن و کدام کنسرت ها که می شود وابسته به هنرم دعوت کرده در همونجا گوییم سرودهای ما را یا که در صف نوازندگان ما را جایگیر میکنند که این هم خیلی برای من یک روحیتی بلند میبخشد. همین کسب وقتی اختیار کردم یک سهم خود را، یک مکتب خود را به مثل استادانی که دایم نامشان ورد زبان است گذارم. موزون در قطار 14 عضو انسامبل چمن می باشد. در تهیه و بند و بست کردن سرودها سهم نظررس دارد. طبر رهبر این انسامبل نجم‌الدین قلندرов قید کرد او یکی از نفران لازمی در انسامبل ما می باشد. او در تجربه زیادی فعالیتش در سمت سرود و موسیقی به موزون بهای بلند داده می گوید که یگان سرود به نظر موزون بندوبست و آماده نمی شود. موزون در انسامبل ما یک شخصی بسیار لازم
و همچنین راهبر همه چیز رو از موضوع میپرسم. وقتی یگان وقت اگر در کار نباشیم و در دیگر جا باشیم حتما از موضوع میپرسم که کار چه خیلی رفته ایستاده است، یا که مثلا در کارم که باشیم اگر من این یگان جای پوشیده نیست. همه هنرمندان این انسامبل میدونند که هر یک سرودی نوی که در انسامبل تولید می شود سرچشمه میگیرد از موضوع. اول او باید یکم بار باید او میفهمد و یک تا به همین مطربا نشان میدهد و بعد ما کار سر میکنیم. سرود میشه در آینده یک سرودی مکمل میشه، تیار میشه. در رفت فعالیت کاری ما شخصا ما حس نمیکنم که موضوع گویا که یک شخصی باشد که امکاناتی محدود داشته باشد، چون که بعضی شخصیانی هستند که امکاناتشون محدود نیست و اما قابلیت موضوع ندارد. یگان سفرهای خدمتی رفته باشیم اگر انسامبل در جاش کار کند اگر حتما من تلفن میکنم به موضوع جان چه خیل کار چه خیل همشه به ما گفته میتید که اکا من خیلی کار فلان کار کردیم فلان کار تا وجهش آوردیم. گفتم موضوع تا به این درگاه رسیدن مشکل‌های سخت و سنگین را پشت سر کرده است. در تمام شخصیت و یا در تمام زندگی مشکلی وجود دارد، موفقیت‌های هم وجود دارد. من که شخصی تنها بودم، همین تنهایی برای من بسیار مشکلات ها را به وجود می آورد. وقتی از خانه می برم قدر راه نقلیات ها وارد می شد، یک گاهی می شد یگان شخصی پیدا می شود که مرا زود به نقلیاتی که می خواهم رقمی چند است سوار می کند. گاهی می شود که تنها می مانم، خیلی انتظار می شم تا که کدام مرشد بیاید و مرا سوار کند. بعضی وقت می شود که خودی همین شوفیرها و پولچینکایی که در همان مرشدها هستند خودشان فرامده یاری می رسانند، مرا گرفته در نقلیات سوار کرده بیارن و در جای درکاری می فرارند. الکی عادت کردم مشکلی همه روزه، یعنی ما اینا انتظار هستیم دایم. این می شود. این قهرمان ما نابینای کو است. در زندگی نه پدر دارد و نه مادر و نه برادری که دستش را گیرد و برایش کمک نماید. سالهای زیادی در بدری او را خسته کرده باشد هم ولی ناامید نکرده است. مدت 9 سال است که در یکی از خوابگاه‌های دانشجویان زندگی می کند. در این دوره مشکل‌های زیادی را پس سر کرد. چندین مرتبه خواستند او را از اینجا بیرون کنند، اما به جای زیست بودن و در امید یگانه نداشتنش موزون را مجبور ساخت که در شخصان مسئول را کوبد تا که برای ادامه زندگی اجازتش دهند. بعد از ختم اینترنت من چندین بار به مقامات یعنی عرضه نوشتم برای مرا با خوابگاه تامین کردن. من در همین جا جایگیر کردن. شرطنامه همین بود که من باید در اینجا 4 سال زندگی کنم. حالا 9 سال شد، 5 سال دیگر گذشت. هر یک این 5 سالی که گذشت یک مشکلات ها با وجود می آمد که باید من از اینجا خیزم، یعنی اینجا رو خالی کنم. معاش خیلی که می دانیم در زندگی تنها معاش بسندگی نمی کند. گاهی می شود یگان شخصان خیرخواه یا که از حکومت ناحیه سینا گاهی در جشن و مراسم ها یگان کمکی آذوقه‌واری میکنند. این هم همه وقت در زندگی بسندگی نمیکنند. من معیوب گروه یک از چشم هستم، یعنی نابینا. عائله من نیز معیوب است، گروه دوم. 4 فرزند دارم. فرزندانم خدا را شکر صحت و سالم هستند. من برای صحت و سالم بودن اینا باید کوشش کنم، شرایط اینها را مهیا کنم. من فرزندانم را با دل احساس میکنم، گرچه چهره آنها را نمیبینم، آواز اینها را میشنوم. میخواهم که چهره اینها را بینم، بازی هایشان را، شادی و گریه داشته باشد. من همین دیدن میخواهم، اما با تقدیر تن میتیم، دیگر یگان علاجی ندارم. گاهی میشود از عائله میپرسم، مثلا چشمکای همین کودک من چه خیل است، مثال چهره همین چه خیل است. باز عائله‌ام به من میفهماند، باز شکر میکنم که اگر من این خیل باشم عائله‌ام
هم چهره فرزندان من کمی هم باشد برای من گفته می‌دهد. وقتی هر سال من از معاینه طبیبان میگذشتم، چشم من اول با گفتی طبیبان باید توابت میشد. قریب 10 سال 12 سال شد که شرایط توابت گویا که نشد، ریم و فساد گرفته با این چشم من با سر من تاثیرات رسانده ایستاده است. باید زودتر همین چشم را گرفتن در کار بوده است، اما شرایط دست نمیدهد که من همین چشم را گیرم. من در خانه بغیر از آنکه صنعتکار هستم، سرود و موسیقی ایجاد میکنم، باز تمام کارهای خانه را، یعنی چی در مسئله سویت، مثلا یگان رزیدکهی ما ویران شد یا اینکه یگان پیلتهی ما ویران شد، یگان تجهیزات های برقی، ما نیاز به استاهای بیرون از خانه دیگر نیاز نداریم. تمام همین کارهایی که در اویله چی مثلا یگان استال ساز، شکاف می سازیم، همین شکاف اختون ساختگی، چی همین هنرهایی که استاکاری میگوییم از دست خودم می آید. شکافی که امروز میبینید همین را من از چند جا جمع آوری کرده، همین محصولاتش رو خودم همین معروض کردگی هستم. موزون از شخصان خیرخواه و صاحبکاران وطنی خواهش دارد که برایش کمک نمایند تا که مشکلی بی‌منزلی آنها برطرف شده خوابگاه را به دانشجویانی که حق استقامت دارند برگرداند. انا همین فرزندای من در همین جا در قید من مانده نمیتوانم. از نداشتن قید محل زیست حالا فرزندان من در یگان جا در قید نیستند. من چه از بیمارخانه باشد، چه در تحصیلات آینده کودکانم فکر میکنم، این مشکلی های زیاد برای من شدن و می شود. باید من از این خوابگاه برایم جای دانشجویان را خالی کنم. برای همین از شخصانی که در این مسئله مسئول هستند یا اینکه شخصان خیرخواه هستند ما را دستگیری کنند تا که ما صاحب منزل زیست کردیم